امروز قصد داریم که راجع به سری از این سلبریتی ها نه سلبریتی ها با شما صحبت بکنیم که شاید خیلی از شما قطعا فراموش نکردید که در انتخابات سال 1396 اومدن گفتن تا 1400 با روحانی و بهتره به اینها نگیم سلبریتی، بعد به اینا بگیم سلبریتی، که یک چرخش 180 درجه قهرمانانه از خودشون نشون دادن و بعد از اینکه همه چیز گرون شد و دلار و یورو رفت بالا شدن طرفدار مردم و گفتن آی سر ما کلاه گذاشتن. سلبریتی های همچون باران کوثری و هدیه تهرانی و لاله اسکندری امثال ایران که اومدن زمان انتخابات پول گرفتن و ما آدم ها هم البته مقصریم، به جای اینکه بت پرستی و سلبریتی پرستی بکنیم نیومدیم از عقل و خردمون استفاده بکنیم و این افرادی که محبوب هستن البته و طرفدار زیاد دارن اومدیم از اینها حمایت کردیم و گفتیم خب خیلی خوب چون اینها دارن از یه شخصی حمایت میکنن ما هم بریم حمایت بکنیم و اینها فکر نکنید که دلشون برای ما مردم سوخته، اونا دلشون برای جیب خودشون سوخت و امثال این بازیگرها رو خیلی از شما میشناسید که اینها تا سر کوچهشون هم بدون پول نمیرن و این بازیگرایی که جالبه که من یه نمونهشو به شما نشون بدم و خبرهای محرمانی که به تیم پشت پرده رسیده، بیش از 20 بازیگر خانوم اومدن صیغه یه سری افراد پولدار و فاضل آبزاده شدن. یه مدلشو من و یه نمونهشو به شما نشون بدم که بدونید که ما در برنامه پشت پرده شوخی نداریم. این آقای مهدی مظاهری و مناظرهشو با این آخوند سوپاپ اطمینان هم قطعا خیلی از شما شنیدید، آیه صدوساداتی که من به زودی اسناد این آدم هم به شما نشون میدم. این آدمی که دم از اشرافیگری و مبارزه با اشرافیگری میزنه، خودشو امثال دور اطرافش هم فساد مالی کم نداشتن. اما از بحث خارج نشیم، این آقای مهدی مظاهری اومده بود لیلا اوتادی بازیگر معروف سینما و تلویزیون رو صیغه کرده بود و یک سانتافه سفید مدل 2007 هم براش خریده بود. حالا اینو من با عنوان دیتیل گفتم که آقای مهدی مظاهری بدونه که ما حواسمون به همه چیز هست. اما قبل از هر چیزی که بپردازیم به موضوع این سلب ریدی ها، لطفا کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اگر از این آدم ها خوشتون نمیاد لطفا ویدیو رو لایک کنید که بالا بیاد که افراد با چهره کثیف این آدم ها آشنا بشن که من قطعا در این ویدیو بهشون میپردازم و خیلی از حقایق رو میشنوید. بازیگرانی که دم انتخابات اومدن حمایت کردن از روحانی، بعدشون هم تازه یادشون افتاد که روحانی بده و فلانی و فلانی خوبن و خیلی از دوستان هم به من انگ اینو میزنن که من از اصولگرا حمایت میکنم. من اصلا برام اصلاح طلب اصولگرا مهم نیست، پشیزی ارزش نداره. نه بابام میخواد توی ایران نماینده مجلس بشه و قدرت بگیره، نه خودم میخوام قدرت بگیرم. پس برای من اصلا اینا مهم نیست، چون اگر اینها پس فردا پای منافع خودشون این وسط گیر بیفته و به ضررشون بشه، همچین با هم دیگه ائتلاف بکنن و سر ما مردم رو کلا بذارن و مطمئن باشید که من هیچ وقت گول این بازیای سیاسی این افراد نمیخورم و قطعا من اگر از تیم آقای روحانی انتقاد میکنم چون قوه مجریه کار اجرایی رو در حال حاضر در ایران داره و ریاست جمهوری که آقای روحانی هستش و تیم ایشون در حال حاضر قدرت رو در دست دارن و عامل این نابسامانی ها عدم مدیریت درست آقای روحانی و تیمشه. پس من از قصد دارم از این آدم ها انتقاد میکنم که این آدم ها اصلاح بشن که بعیدم میدونم. خب زمان انتخابات سال 1196 ویدیو اومد بیرون و یک ویدیو لایو البته که خانم باران کوثری که ژن خوبه دیگه، بابا و مامانش که تو سینما بودن و ایشون هم با رانت بابا و مامانش اومد بالا، اومد همچین سخنرانی کوبنده‌ای کرد و در درون این سخنرانی یک موزیک ویدیو و یک کلیپ اومد بیرون که ویدیویی که حدوداش 1 دقیقه و 40-45 ثانیه هستش رو من به شما نشون میدم و یک توضیحاتی رو راجبش به شما میدم. درسته که ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم، اما این بار در همین اردیبهشت کارو یکسره میکنیم. بله، اشاره میکنه به خرداد و دوم خردادی ها و آقای خاتمی و امثال ایشون که اصلاح طلب هستن و حمایت میکنن. مردم هم چه کف و سوتی میزنن. خب با امیدی که امثال من به تدبیر شما داریم، مطمئنیم در 4 سال آینده به بقیه خواسته‌هامون میرسیم. میگی که با امیدی که من به تدبیر شما دارم. همین خانم باران کوثری بعد نیست یه سری به سایت خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران میاندازن. امروز 12 مرداد جمعه است، ولی خب این خبر مال 10 مرداده چون تعطیلات بود، قیمت طلا و یورو نیامد بیرون، ولی خب یورو امروز 12,000 تومانه. زمان سخنرانی خانم باران کوثری یورو هلوش 4,000 تومان بود و سکه هم 3 میلیون تومانی که اون موقع هلوش 1.5 میلیون تومان قیمتش بود، 1.5 بود و واقعا اصلا تدبیرش تو حلقه‌های روحانی و تدبیر این بازیگرا تو حلقمون که اینجوری اومدن حمایت کردن، حالا هم نمیان یه معذرت‌های خشک خالی بکنن، بعدش اومدن یه کمپین ما پشیمانی رو انداختن. خب
بعد خانم باران کسری اومد یه دونه پست گذاشت توی اینستاگرام خودش که اشاره کرد به بالا رفتن عوارض خروج از کشور و گفتش که گویا ما زندانی و جریمه داریم میشیم و این جریمه هم اندازه همون جریمه قاضی مرتضویه و که هشتگ کهریزک و اینا رو اومد زد توی اینستاگرام خودش. این باران کسری مثل که زمان انتخابات یاد کهریزک نبود. کهریزک اگه یادتون باشه 88 بودا، الان نبودا. به هر حال و سعی کنیم کسی رو بفرستیم. آقای مهدی فخیم زاده هم خب قطعا خیلی از شما میشناسیدش، کارگردان و بازیگر معروف سینما تلویزیون که رانتای عجیب و غریبی هم گرفت از آقای روحانی دولت اصلاحات. خب که برنامه داره برای آباد کردن مملکت، برای ایجاد شغل، برای ببین اینا بدون پول یک کلمه رو هم حرف نمیزن. ببین با چه حس خاصی برای آباد کردن فلان، یعنی بسوز پدر پول. خب برنامه‌هاشون هم دیدیم. خب مول با دنیا برجام عمل کوچکی نبوده در زمینه‌های مختلف. البته زمان لازم داره. بعدش آقای فخیم زاده اومد یه دونه پست گذاشت، گفتش که این عکس مربوط به انتخابات ریاست جمهوریه که با خیلی از بازیگران مثل کیومرث پوراحمد و ابوالحسن داوودی و سعید سهیلی امثال رفتیم مشهد برای سخنرانی آقای روحانی. بعد الانم پشیمونی. خیلی شیک و مجلسی، اصلا براش مهم نیست. نمیاد بگی که چقدر پول گرفتیم مردم، ما این پول هم گرفتیم. میگه پشیمونی. کنتور هم نمیندازه یک کلمه. مردم هم میگن واو دمش گرم که فسوت و رام میزنن. سلام من نوید محمدزاده خلق کرد من. یعنی این نوید محمدزاده به نظر من یکی از پسترین آدم هاست. چرا پسترین آدم هاست؟ به خاطر اینکه این آدم ببین پول گرفته با کردی، به زبان کردی، خودش ایلامیه، میخواد با لهجه و با افکار که بهش تزریق کردن یک قومیت کرد رو به سمت آقای روحانی بکشونه و ببین چقدر راحت با احساسات مردم بازی میکنن به زبان مختلف کردی و لری و عربی و امثال اینها و میخوان مردم رو بکشونن به سمت آقای روحانی. و اگر پول نمیگرفتن و این حرفا رو میزدن آدم نمیگفت پسته، میگفت بابا آدمش گرم میخواد یه تبلیغاتی بکنه. یعنی اینکه پول میگیری و با زبان کردی، کسی که تا الان یک خط هم در تلویزیون و یک کلام هم در تلویزیون به زبان کردی حرف نزده اما زمان انتخابات میاد اینجوری صحبت میکنه، این دیگه جای سوال داره. خب نار ایلام راید ما دکتر حسن روحانی هر بشی کرد هر بشی ایران ده جنوب حسن روحانی ده جنوب اصلاحات دیما بیمن شنبه دیما بیمن. بعد این آقای نوید محمدزاده حزب باد اومد این بار به فارسی نوشت. چرا آقای نوید محمدزاده مثلا اینجا ننوشتی سمیه نچو اگر چیدی بار اول بیا 220 بار دوم بیا 330؟ چرا اینجا نیومدی کردی بنویسی؟ داستان اینه که اینا حزب بادن اینجاست. نگاه کنید اومده یه پست هم گذاشته گفته که نمیدونم انقدر پشیمانیم و راجع به عوارض خروج از کشور صحبت کرد. عوارض خروج از کشور هم عمه من و شما تصویب نکرده، دولت آقای روحانی تصویب کرده و وزرای خودشون. خب آقای رضا صادقی هم دیگه اصل لاکچریش بوده دیگه. رأی ندادن را بیسوادی میدونیم و بیسوادی باز هم یک بیسوادی رو سر کار میاره. نمیدونم از این صحبت ها ما رأی بدیم یه باسواد میره سر مجلس. چی شد دیگه؟ باسواد و بیسواد نبوده دیگه. همون وزرای دولت آقای خاتمی و رفسنجانی که تو اصلاحات بودن اون موقع 40 سالشون بود وزیر بودن، الان شده 60 سالشون دوباره شدن وزیر و قدرت رو در دست گرفتن. تغییر صورت نگرفت. البته ناگفتم نمونه که حمید فرخ نژاد و رضا رشیدپور دو تا از سلبریتی هایی بودن که هیچ وقت از آقای روحانی حمایت نکردن و آقای حمید فرخ نژاد اومد در پستی گفتش که حالا نزدیک انتخابات شد و نمیدونم اگه یه کسی بیاد قدرت رو بگیره چنین میکنه چنان میکنه، اما گفته من گول این بازی سیاسی رو نمیخورم و از کسی حمایت نمیکنم و اینو گفتیم بر اساس عدالت بگیم که سلبریتی ها هم بودن که حمایت نکرده بودن. خب بعد همین رضا صادقی اومد یه دونه پست گذاشت، همه چیز گرون شد، نمیدونم راجع به عوارض خروج از کشور و نون و زلزله و همه اتفاقات صحبت کرد. اون موقع یادش نبود
میگه رأی دادیم، حمایت کردیم، توهین شنیدیم و تهمت شنفتیم. خب 4 سال اول احتمالاً اینا نبوده دیگه. خب این یک کلیپ بود. یک کلیپ دیگه هم اومد بعدش بیرون که در حد 1 دقیقه بود، با خاتمی و امثال اینها اومدن یک کلیپ ریمیکس دادن بیرون، نمیدونم امیر جعفری، امثال این آدم ها و سلبریتی ها که اصلا براشون مردم مهم نیستن. گوش بدید. من به آفتاب سلام دوباره خواهم کرد. و این بار این شمایید که باید تکرار کنید. من به عقب بر نمیگردم. و اشاره به این بودش که ما اگر بریم به اصولگرا رای بدیم به عقب برگشتیم و بعد به اصلاحات رای بدیم که قشنگ بیان یورو و دلار و اینا رو گرون بکنن، ارز گرون بکنن که ما قشنگ پیشرفت بکنیم. خب ما تمام قد ایستادیم. این راه باز شده در ایران. جمعه 29 اردیبهشت. ببین میگن جمعه 29 اردیبهشت بریم رای بدیم. اکثر این بازیگرا خب آدمای پولداری ان، نمیدونم بچه‌هاشون رو توی امریکا و کانادا و نمیدونم اروپا به دنیا میارن. خب اصلا براشون مردم مهم نیستن. الان هم میگن که ما به عقب بر نمیگردیم. حالا جالبه آقای روحانی همینجوری حرف قشنگ زده بود. چی؟ همه از شما نمیدونم آنچه از شما صادر شد کلمه ممنوعیت بود. نمیدونم این چیزی که از شما آقای روحانی صادر شد و تیمتون گرونی و بالا رفتن طلا و ارز و یورو امثال اینها بود. خب لطفاً شما دم از آزادی نزنید که آزادی خجالت می‌کشد. تا 1400 تا 1400 من با آخرش جمله جالب گفتم. میگه تا 1400 با روحانی. فکر کنم تو یعنی با روحانی تومون 1400 تامون 1000 همچین چیزی احتمالاً بعد بده. حالا یه گذره کوتاهی هم می‌کنیم به سلبریتی هایی که حالا گفته بودیم. مهرداد میناوند کسی بود که حمایت کرده بود، لادن طباطبایی، سیاوش خیرابی، حمید فراخ‌نژاد رو گفتم، محمد علی آهنگران، ژن خوب، نمیدونم مهرداد صدیقیان، نمیدونم پریناز ایزدیار و احسان کرمی، یعنی مهراب قاسم خانی که همچین طنز تلخی همیشه برای حمله با روحانی می نویسه و اون موقع یادش نبود این چیزا. رضا صادقی رو گفتم، نوید محمدزاده رو هم گفتم، مهدی پاکدل و آقای فخیمزاده رو هم گفتم، سیروان خسروی و علی کریمی که چند وقت پیشم کمپین رو انداخته بود و گفته بود که نخریم چیزی رو و مردم هم نخریدن، همه چیز هم گرون شد. از این سلبریتی ها زیادن، آدم هایی که ما به جای که سلبریتی پرستی بکنیم و بت پرستی بکنیم بهتر هستش که افکار خودمون رو پرستش بکنیم و با تفکر خودمون انتخاب بکنیم. باور کنید هیچ جای دنیا هیچ سلبریتی رو شما نمیبینید که بخواد از یک شخص سیاسی حمایت بکنه. یک بازیکن فوتبال رو نمیبینید در یک جای دنیا بخواد وارد مسائل سیاسی بشه و از یک شخص سیاسی حمایت بکنه و هیچ وقت محبوبیتش رو خرج مسائل سیاسی نمیکنه. محبوبیتی رو که مردم به خاطر اون شغلش، کارش و حرفش به اون دادن و متاسفانه در ایران اینجوری نیست و امثال این آدم ها رو میبینیم که چرخش قهرمانانه 180 درجه ای میکنن. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کنید و ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. مرسی.